سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. فرشید سهراب هستم، نوازنده و مدرس ساز سنتور. توی این ویدیو قصد داریم قطعه شماره 68 از کتاب شیوه سنتور نوازی استاد پشنگ کامکار به اسم رنگ دشتی اثر استاد حبیب سماوی رو با هم دیگه یاد بگیریم و اجرا بکنیم. قبل از هر چیز ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید، چون این راهی هست که شما میتونید من رو حمایت بکنید و به من انگیزه و انرژی بدید که بتونم هرچه بهتر این مسیر رو ادامه بدم. ممنون که تا آخر ویدیو با من هستید. بریم که یه ویدیو خوب داشته باشیم. شماره 68 68 هست و شمارهشمون براش به صورت 1 2 3 4 5 6 میشه. میریم شروع میکنیم قطعه رو و اگر نکته‌ای باشه در طول قطعه با هم دیگه کار میکنیم. اول قطعه با یه سکوت سیاه شروع شده، یعنی 1 2 سکوته و ملودی ما از ضرب شماره 3 شروع میشه. نوتامون هست یه سرمضراب ر، فا، ر، میزان بعد فا، ر، فا، ر. پس بهتره از شروع قطعه تا نوت ری که اول میزان آخر داریم رو یه تیکه اجرا بکنیم. پس نوتامون میشه ر، فا، ر، فا، ر، فا، ر. شمارشش خیلی مهمه. اینجا ما ترکیب نوت‌های چنگ، سیاه و سیاه نقطه دار رو داریم. حواسمون باشه هر جا چنگ داریم 1 شماره، هر جا سیاه داریم 2 شماره و هر جا سیاه نقطه دار داریم باید 3 شماره برای نوتمون مکس کنیم. شمارشش به این شکل میشه 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2. این 1 2 همون ری هست که اول میزان سوم هست و بعد ادامهش سل، فا، می، ر، دو. باز دوباره نگاه کنید، اینجا از سل که شروع میکنیم تا دویی که اول میزان بعد هست این یه جمله رو کامل میکنه. پس این سل، فا، می، ر و دویی که اول خط دومه با همه سل، فا، می، ر، دو. شمارشش میشه از شماره 3 شروع میشه. میگیم 3 4 5 6 1. 1 میشه برای این نوت دویی که اول خط دوم داریم و بعد میریم روی سیمای زرد. اینجا خیلی مهمه که بلافاصله پشت این دویی که روی سیمای سفید میزنیم بلافاصله روی سیمای زرد باید اون سرمضراب 2 رو اجرا بکنیم. یعنی میزان اول خط دوم نوتمون هست یه دوی سفید و بعد روی سیمای زرد دو، ر، دو. به این شکل میشه دو، دو، ر، دو. بخوایم بهش معنیش میگیم 1 2 3 4 5 6. یه بار دیگه 1 2 3 4 5 6. یه بار از اول قطعه تا اینجا رو اجرا میکنم. میگیم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. ادامهش خط دوم میزان دوم 1 2 سکوته از ضرب شماره 3 میشه ر، ر، دو، ر، دو، سی، دو، سی. اجرا میکنم روی سنتور 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. ادامهش خط دوم میزان آخر سل، ر، دو. 1 2 سکوت دوباره میزنیم سل، ر، دو. شمارشش میشه 1 2 3 4 5 6 و میزان اول خط سوم ر، دو، سی، دو، سی. مثل میزان سوم خط دومه ر، دو، سی، دو، سی. شمارشش میشه 1 2 3 4 5 6. پس خط دوم میزان آخر و خط سوم میزان اول، این دوتا میزان با هم هستن. میگیم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. دو میزان آخر خط سوم سل، سل، ر، دو، ر، دو، سی، دو، سی. این ر، دو، سی، دو، سی مثل یه جوابه براش، مثل حالت سوال و جواب داره. رو سیمای سفید یه ملودی رو میزنیم، رو سیمای زرد با اون ر، دو، سی، دو، سی جواب میدیم. دو میزان آخر خط سوم میشه سل، سل، ر، دو، ر،
ری دو سی دو سی. شمارشش 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. حالا کل این سه خط رو اجرا می‌کنیم که بشنوید ملودی به چه شکله. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4
سه چهار پنج شش، یک دو سه چهار پنج شش، یک دو سه چهار پنج شش. اینو من به دو شکل مختلف براتون اجرا کردم. بعضیا معتقدن که بهتره که اول خط دوم اون نوت سیاه باشه و اون دویی که به صورت سرمضراب اومده چنگ بشه، یعنی 1 2 برای نوت اول باشه، 3 4 5 6 بشه اون نوتای بعدی، 1 2 3 4 5 6. به هر دو شکلش میشه اجرا کرد و زیباست. میریم سراغ خط چهارم. خط چهارم باز دوباره با یه سکوت سیاه شروع شده و بعد سرمضراب فا، فا سول لا سی، دو سی لا سی لا سول. دو میزان اول خط چهارم رو اجرا می‌کنیم. فا سول لا سی، دو سی لا سی لا سول. میشماریم 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. ادامهش میزان آخر خط چهارم سی لا سول لا سول فا که ادامهش میره توی خط بعدی، خط پنجم، سول سول دو دو و یه جفت سول که جمله رو کامل میکنه. پس این سه تا میزان از میزان آخر خط چهارم تا میزان دوم خط پنجم به این شکل میشه: سی لا سول لا سول فا سول سول دو دو سول. شمارشش 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. از شروع خط چهارم این جمله رو براتون اجرا میکنم. 5 تا میزان رو پشت سر هم داریم که یک جمله رو تشکیل میده. به این شکل میشه: 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. میریم سراغ جمله بعد. خط پنجم میزان سوم، فا می سل سل ر سی دو ر می. اینجا می کرون داریم. می که بین خط 4 و 5 و علامت کرون داره میشه خط اول پشت خره، ولی می که آخر خط داریم که کنارش علامت بموله، همون خط هشتم سفید اجرا میشه. اینو برای تاکید علامت بمول رو کنارش گذاشته، داره میگه حواست باشه که چون می قبلی کرون بوده پایین زدی، اینو دیگه نباید پایین بزنی، اگه نذاشته بود هم باید اینو بالا میزدی. ما میدونیم این علامت های عرضی تاثیرش تا پایان میزان هست، یعنی میزان که تمام میشه وارد میزان جدید میشیم دیگه اون تاثیر اون علامت عرضی دیگه از بین میره. اوکی، پس نوتامون شد فا می سل سل ر سی دو ر می. فا می سل سل ر سی دو ر می. می بموله. شمارش 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. میریم سراغ خط بعد. خط ششم دو میزان اول، فا می سل سل ر، فا می سل سل ر. شمارش 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. باز دوباره اینجا میبینیم این 4 تا میزان با همن، یعنی از خط پنجم میزان سوم تا خط ششم میزان دوم. فا می سل سل ر سی دو ر می، فا می سل سل ر. ادامه خط ششم میزان سوم، فا می فا سل لا سل سل فا فا می. این دو میزان رو اجرا میکنیم. حواسمون باشه به می کرون ها و می بمول ها. فا می فا سل لا سل سل فا فا می. راست و چپ هم خیلی مهمه. با شمارش میزنم 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. و میزان بعد خط یکی مونده با آخر، دو میزان اول، ر می ر دو ر، ر می ر دو ر. شمارش 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6. حالا این روش تمرین شما باید به این شکل باشه که مثلا این دو تا میزانی که تمرین کردید حالا وصلش کنید به دو میزان قبل، یعنی دو تا میزان آخر خط ششم. به این شکل میشه: فا می فا سل لا سل سل فا فا می ر می ر دو ر. اینو تکرار میکنیم: 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1 2 3 4 5 6، 1
برمیگردید 4 تا میزان عقب‌تر، خط پنجم 2 میزان آخر، فا می سل سل ره سی دو ره می فا می سل سل ره. حالا فا می فا سل لا سل سل فا فا می ره می ره دو ره. این جمله رو تکرار میکنید تا به خوبی بتونید اجراش بکنید با تسلط. وقتی اینو یاد گرفتید حالا باید وصلش کنید به کل قطعه. این روش تمرینیه که شما باید داشته باشید. میریم سراغ قسمت بعد. خط یکی مونده با آخر، میزان سوم سی دو ره دو ره دو ره دو سی لا. پس 2 میزان آخر خط یکی مونده با آخر، سی دو ره دو ره دو ره دو سی لا. شمارشش 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. خط آخر سل دو سی دو سی دو سی لا سل سل دو سی دو سی دو سی لا سل. میشماریم 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 و 2 میزان آخر فا می فا سل لا دو سل فا می فا سل لا دو سل. دقت کنید که می که روی خط اول و علامت کرون داره، خط اول سیمای سفید اجرا میشه و یه اشتباهی که خیلی هنرجوها میکنن اینه که تو بالا رفتن نوت سی نداریم. حواسمون باشه میزنیم فا می فا سل لا دو سل فا می فا سل لا دو سل. میشماریم 1 2 3 4 5 6 و باز دوباره این قسمتی که دو خط تکرار داره این یه جمله کامله. اینو حسابی تمرینش میکنیم که یاد بگیریم و بعد وصلش میکنیم به کلیت قطعه. به این شکل میشه. بریم کل قطعه رو از اول تا آخر بشنویم که شما ببینید که باید در نهایت تمریناتون به کجا برسه و چه صدای از ساز باید در بیارید. و اگه بخوایم این قطعه رو با مترونوم بزنیم، مترونوم رو باید تنظیم کنیم روی 2 ضربی و سرعت 80. من مترونوم رو تنظیم می‌کنم روی سرعت 80 و 2 ضربی. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. اینم اجرای این قطعه با مترونوم. و حالا اگر یه خورده سریع‌تر بزنیم و روون‌تر بزنیم و شاید یه ذره تکنیک بهش اضافه کنیم، اون موقع این قطعه به این شکل در میاد.
ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. ممنون میشم که کانال یوتیوب من رو سابسکرایب کنید، این پست رو لایک کنید، سوالات و نظراتتون رو کامنت کنید و این پست رو با دوستاتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.